در شرایطی که جنگ و آتش‌بس در حال بازشکل‌دهی به ایران و کردستان است، افکار عبدالرحمن قاسملو درباره دموکراسی، عاملیت کردی و شفافیت در مواجهه با بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی و تحولات سیاسی بیش از هر زمان دیگری فوریت یافته است. اما میراث قاسملو دقیقاً چیست و چرا همچنان امروز اهمیت دارد؟ به طور پارادوکسیکال، قطعی نیست که آتش‌بس اخیر برای ایرانیان آرامش به همراه آورد. برای بسیاری به ویژه در میان کردهای ایران این نگرانی وجود دارد که یک توافق جدید بین‌المللی با ایران در نهایت به تداوم عمر جمهوری اسلامی بیانجامد، بدون آنچه آن را وادار به دادن امتیازات معنادار به ویژه در عرصه داخلی کند. این نگرانی بر تجربه استوار است. دوره‌های پس از جنگ‌ها یا تنش‌های بین‌المللی با ایران به ندرت به گشایش سیاسی انجامیده و بالعکس اغلب با تشدید سرکوب همراه بودند. نمونه اخیر از این وضعیت را می‌توان پس از توافق هسته‌ای 2015 مشاهده کرد. با وجود انتظار برای اعتدال، سرکوب همچنان شدید باقی ماند و حتی در برخی حوزه‌ها افزایش یافت. نمونه قدیمی‌تر و دراماتیک‌تر پایان جنگ ایران و عراق در سال 1988 است. در پی آن هزاران زندانی سیاسی اعدام شدند و رژیم کارزاری مستمر از ترور مخالفان خود در خارج از کشور را آغاز کرد. از نخستین و برجسته‌ترین قربانیان این کارزار عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران بود که در سال 1989 در وین و در جریان مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی ترور شد. امروز به نظر می رسد روند مشابهی بار دیگر در حال تکرار است. همزمان با گزارش‌هایی از اعدام‌ها در داخل کشور، مقامات ایرانی تهدیدهای خود علیه گروه‌های اپوزیسیون کرد مستقر در عراق را از سر گرفته و آشکارا خواستار اخراج آنان شدند. این گروه‌ها پیشتر نیز در جریان درگیری‌های اخیر هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته بودند و اکنون با آسیب‌پذیری بیشتری روبرو هستند. در چنین شرایطی مسئله کرد دیگر موضوعی حاشیه‌ای یا تاکتیکی نیست، بلکه بار دیگر به یک گسل سیاسی مرکزی بدل می شود. گسلی که بار دیگر اهمیت هشدارها و مسیر و افکار قاسملو را برجسته می کند. دقیقاً در چنین لحظاتی است که غیاب او به وضوح احساس می شود. نه تنها به خاطر امتناع قاطعش از عقب نشینی در برابر شرایط دشوار و آمادگیش برای پذیرش ریسک و ابتکار عمل، بلکه به دلیل برخورداری از یک افکار سیاسی نیرومند. هیچ شخصیت سیاسی کردی نتوانسته است با چنین شفافیتی پروژه‌ای سیاسی را تدوین کند که مطالبات کردی را به یک افکار کلان برای ایران پیوند دهد. اهمیت امروز قاسملو تنها به نقش تاریخی او محدود نمی شود، بلکه به چارچوبی باز می گردد که برای هدایت تلاقی میان حقوق کردها، مبارزه برای دموکراسی در ایران و سیاست بین الملل ایجاد کرد. قاسملو به طور همزمان در دو جبهه به هم پیوسته، کردی و ایرانی، فعالیت می کرد. در سطح ایران، او متعهد به ایجاد یک بدیل معتبر برای جمهوری اسلامی بود. اما از نظر او، چنین بدیلی نمی توانست بر شعارهای مبهم یا ائتلافهای فرصت طلبانه استوار باشد، بلکه به بنیانی سیاسی روشن نیاز داشت. در مرکز این بنیان، به رسمیت شناختن ایران به عنوان کشوری چند ملیتی قرار داشت، شرطی ضروری برای هر ائتلاف پایدار. همین موضع باعث شد که او نه تنها با جریانهای سلطنت طلب، بلکه به طور کلی با هر نیرویی که واقعاً دموکراتیک نبود، از ائتلاف پرهیز کند. در سطح کردی، اندیشه او ترکیبی از واقع‌گرایی و آگاهی ملی بلند مدت بود. او واقعیت عینی تقسیم کردستان میان چند دولت را میپذیرفت و تأکید داشت که هر جنبش کردی باید مبارزه خود را در چارچوب ملی خاص خود پیش ببرد. با این حال، این به معنای شکاف و گسست نبود،
برعکس، او فعالانه برای تقویت همبستگی میان بخش‌های مختلف کردستان بزرگ تلاش می‌کرد و معتقد بود که این مبارزات هرچند متمایز، عمیقاً به هم پیوستند. او همچنین تأکید داشت که روابط منطقه‌ای جنبش‌های کردی با دولت‌هایی که در آنها فعالیت می‌کنند نباید به بهای منافع کردها در دیگر بخش‌های کردستان تمام شود. این رویکرد دوگانه انسجامی به پروژه سیاسی او بخشیده بود که امروز تا حد زیادی غایب است. بسیاری از بازیگران اپوزیسیون همچنان از تغییر رژیم سخن می‌گویند، بیان که به تنوع درونی ایران بپردازند. در عین حال، در میان برخی احزاب کردی نیز مطالبات سیاسی گاه بدون ادغام در یک چارچوب گسترده‌تر ایرانی مطرح می‌شود. قاسملو دقیقاً در پی پل زدن میان این دو بعد بود. چه این واقعیت را بپذیریم و چه نه، و هرچند ممکن است مطلوب نباشد، او به خوبی درک کرده بود که آینده ایران و حل مسئله کرد از یکدیگر جدایی ناپذیرند. برای او صرف بیان اهداف سیاسی کافی نبود، بلکه به همان اندازه باید به شیوه‌های مبارزه نیز اهمیت داده می‌شد. افکار سیاسی او از تعهدی اخلاقی نیرومند جدا نبود. قاسملو به طور مداوم تأکید می‌کرد که شیوه‌های مبارزه باید بازتاب دهنده ارزش‌هایی باشد که از آنها دفاع می‌شود. او استدلال می‌کرد که مبارزه با رژیمی که ابتدایی‌ترین معیارهای انسانی را نادیده می‌گیرد، نباید به کنار گذاشتن اصول اخلاقی بیانجامد. او به پیشمرگه‌های خود دستور می‌داد با اسرا انسانی رفتار کنند، آنان را آزاد کنند و حتی اگر این امر به کاهش دیده شدن بین‌المللی منجر شود، از روش‌های تروریستی پرهیز کنند. این انسجام اخلاقی به عرصه بین‌المللی نیز امتداد داشت. با وجود آنکه در جهانی شکل گرفته از تقسیم بندی‌های جنگ سرد زیسته و تحصیل کرده بود، او به صراحت مداخله شوروی در پراگ در سال 1968 و نیز گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 را محکوم کرد. در زمانی که چنین مواضعی چندان آسان نبود، این رویکردها قابل توجه بودند. بعدها در دهه 1980 او سوسیالیسم دموکراتیک را وارد برنامه حزب خود کرد و از مدل‌های سوسیالیستی اقتدارگرا فاصله گرفت، در حالی که امکان تعامل با بازیگران غربی را نیز فراهم می‌ساخت. قاسملو با درک دقیق محدودیت‌های حمایت بین‌المللی، روابطی با سوسیال دموکرات‌های اروپایی برقرار کرد و تلاش نمود ارتباطات خود را با ایالات متحده گسترش دهد. او اندکی پیش از ترورش انتظار می‌رفت به واشنگتن سفر کند. با این حال همواره نسبت به وابستگی هشدار می‌داد و بر استقلال سیاسی حزب خود پافشاری می‌کرد. او تأکید داشت که حمایت خارجی هرگز نباید به بهای استقلال سیاسی یا آزادی عمل خودمختار تمام شود. به باور او، سرنوشت کردها نه در واشنگتن، نه در لندن و نه در پاریس، بلکه در خود کردستان تعیین خواهد شد. این رویکرد نه رد دیپلماسی، بلکه دعوتی به خود اتکایی سیاسی و تاب‌آوری درونی بود. این احتیاط ریشه در تجربه تاریخی داشت. در سال 1988 و در پایان جنگ ایران-عراق، او به رهبری و نیروهای پیشمرگه خود درس سال 1975 را یادآوری کرد. زمانی که پس از توافق الجزایر میان ایران و عراق، نیروهای کردی عراق به طور ناگهانی از سوی متحدان خارجی خود رها شدند. از نظر قاسملو، این رویداد نشان دهنده بی‌ثباتی همپیمانی‌های بین‌المللی و ضرورت اتکا به خود بود. جنگ کنونی و پیامدهای نامطمئن آن تنها بر اهمیت این موضوع می‌افزاید. در حالی که بازیگران خارجی در حال بازنگری در راهبردهای خود نسبت به ایران هستند، خطر همیشگی نادیده گرفته شدن پویایی‌های داخلی از جمله مطالبات کردی وجود دارد. عامل کردی مطرح می‌شود، اما اغلب به صورت ابزاری و جدا از هر افکار سیاسی معنادار. نزدیک به 4 دهه پس از دوران قاسملو، اپوزیسیون ایران همچنان پراکنده است و روشن نیست که آیا توجه مجدد بین‌المللی به مسئله کرد در ایران به طور مؤثر مورد استفاده قرار خواهد گرفت یا خیر. پرسش:
از چگونگی ادغام مطالبات قومی در یک بدیل سیاسی منسجم و اینکه آیا کردها می توانند ابتکار عمل را دوباره به دست گیرند یا نه، همچنان بی پاسخ مانده است. در این زمینه رویکرد قاسملو کمتر به عنوان یک مرجع تاریخی و بیشتر به مثابه فرصتی از دست رفته به نظر می رسد. لحظه کنونی این مسائل را بار دیگر به سطح آورده است. همچنین بر ضرورت ترکیب واقع‌گرایی سیاسی با تعهدی استوار به اهداف راهبردی بلند مدت در قلب مسئله کرد، اهمیت بنیان نهادن مبارزه بر اصولی روشن و توانایی فعالیت در چندین جبهه در محیطی هرچه پیچیده‌تر تأکید می‌کند. بیش از همه بر نقش محوری عاملیت درونی پیش از آنکه دینامیک‌های خارجی بار دیگر کردهای ایران را به حاشیه برانند انگشت می‌گذارد. بازخوانی میراث قاسملو به معنای نگاه به گذشته نیست، بلکه مواجهه با پرسش‌هایی است که همچنان بی پاسخ مانده‌اند.